بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خالق یاد مخلوق. به ادامه دروس گذشته خود ادامه میتیم. ابخان لالانگ فرانسه آموزش زبان فرانسوی. نوم، نام یا تخلص. کمان تپل تو، یعنی الان بعضی از اصطلاحات، بعضی از جملات میخونیم که یک چیز یا یک سوال به چند طریقه پرسان کرده میتونیم. کمو تپل تو، کمو تپل تو، نام تو چی است؟ یا تو تپلی کمو، ساده. Comment vous appelez-vous? Comment vous appelez-vous? نام شما چی است؟ کلی تون نوم، تخلص شما چی است؟ یا ببخشین، کلی تون نوم، تخلص تو چی است؟ کلی تون پرینوم، نام تو چی است؟ البته یا چند قسم نام داریم. مثلا نام من میگم که نام من علی احمد، مثلا ازبک است، تخلص ازبک میگم. نه بخینوم نام اول میگن. فهمید؟ نام اول یعنی چی میشه؟ نام اول من علی میشه. باز در زبان انگلیسی میدل نیم میشه، میدل نیم، نام وسطی تو چی است. اما اینجا بخینوم میگه که علی احمد میشه و نوم تخلص میشه. بخینوم نام یا نام اولی، خود نوم تخلص. نوم دو فهمی نام خانوادگی که اردوشو قدر تفاوت نداره. اینجا نام خانوادگی رو هم نوم میگن، اما تخلص میشه. Je suis سارا، من سارا هستم. Je m'appelle سارا، نام من سارا است. moi c'est سارا، من سارا هستم. مثلا سوال میشه سی کی سارا؟ سارا کی است؟ سه کی سارا؟ سارا کی است؟ moi c'est سارا، من سارا هستم. من پخینوم ای سارا، سارا، نام من سارا هست. اج به معنای سن سال یا عمر. به امروز تا به بخش درس میخونیم. روز بعدی یک کمی بیشتر تا خب الان هم یک کمی دیگه هم پیش مییم، به خاطر که باز روز بعدی یک کمی براتون فشار درس بیشتر نشه. اج به معنای سن یا عمر. کلج اتو، چند ساله هستی؟ کلج اتو، چند ساله هستی؟ مثلا نفر شناخته می باشه، تو میگیدش که باز رسمی تر میشه. باز می کلج اویوو، کلج اویوو، چند ساله هستید یا شما چند سال دارید. ژ 28 آن، ژ 28 آن، من 28 ساله هستم. دت دونستان تاریخ تولد میشه. اورژین منطقه یا اصل. مثلا کلی تا ناسیونالیتی، ملیت تو چی است؟ کلی اوتخ ناسیونالیتی، ملیت شما چی است؟ باز من در جواب شما میتونی بگی جو سوی افغان، ملیت من افغان است یا من افغان هستم. یا من ناسیونالیتی افغان، ملیت من افغان است. دووین تو، دووین تو از کجا هستی؟ دو ونو، شما از کجا هستی؟ تو ابیت او، تو کجا زندگی میکنی؟ ژبیت کابل، من در کابل زندگی میکنم. تا کلیتون ادرس، آدرس تو کجاست یا آدرس تو چی است؟ آنها باز میگیدش که هر چی که بود، هر جایی که بود. مثلا میگم من ادرسه کابل، آدرس من کابل است. ناسیونالیته، ملیت، پی کشور، ویل شهر، پروونس ولایت، کد پستال کد پستی، اوکوپاسیون شغل میگن. تا به همینجا بس است. درس متباخر روز بعداً میخونیم. تا درست بعد، بدرود.